سلام. Start to sail on these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. من یه روز مونده به سفرم و امروز باید یه سری کارامو جمع جور کنم و دوستامو ببینم و برم بستمو تحویل بگیرم. یه سری کارا اینجوری دارم. دوستم یه سری کارهای دیگه هم بکنم، مثلا نقاشی بکشم و اینا. نمیدونم واقعا وقت کنم یا نه، خیلی وقتم کمه. اما حالا تو طی روز اگه تونستم یه تایمی واسه نقاشی و اینا بذارم خیلی خوب میشه. ولی اول بعد از مرتب کردن و جمع جور کردن کارام شروع کنم که قشنگ خیالم راحت بشه. اگه میخوام یه کار دیگه بکنم کنار اون کارا انجامش بدم. یه سری ادیت و کارهای اینجوری دارم و واقعا خیلی رو هم تلمبار شده. نمیدونم حالا چرا یه روز مونده به سفرم یاد تمام کارام افتادم و یه عالمه کار تلمبار شده است که بعد انجامشون بدم. با من باشید تا بریم همه رو با هم انجام بدیم. نزدیک به یه ساله، از تیر ماه میشه یه سال. سبک تغذیه‌ام عوض کردم و مثلا دیگه یه جوری شد تغذیه‌ام که کلاً واسه خودم آشپزی کردم. یعنی مثلا جوری نبود که دیگران بخوان مثلا بهم کمک کنن و اینا. اولش که مثلا خیلی واسه بقیه سبک جدیدی بود و مثلا اینجوری نبود که بتونن آداپت شن با اون قضیه که مثلا بدون حالا من چی میخورم و اینا. چون من خودم داشتم با یه روشی پیش میرفتم که مثلا خیلی کسی ازش چیزی نمیدونست. من الان یک ساله که کلا عادت کردم خودم آشپزی میکنم. عادت باحالیه. یعنی قبلا اصلا من این هم چیزی نبود، همیشه مامانم غذا میذاشت همیشه. یعنی من یه مثلا حالت هابی داشت برام اگه میخواستم مثلا آشپزی هم کنم دیگه. مثلا حواسه یه چیزی میکردم، مثلا پاستا که مثلا مامانم زیاد چون دوست نداشت نمیذاشتم پاستا یه وقتایی میذاشتم و اینا. ولی بعد از این موضوع کلا من رفتم توی این روشی که واسه خودم هر روز آشپزی کنم. یه جاهایی بعد از اینکه شاغل شدم سخت شد موضوع واسم. یعنی یه جاهایی مثلا انقدر اذیت میشدم و بیرون میرسیدم گشنه بودم و اینا و غذا نبود. بعد شروع کردم تازه واسه خودم آشپزی کردن و یه جایی هم خوب بود. یه جایی به من کمک کرد که به خودم اهمیت بدم. یعنی خیلی جالبه بدون اینکه خودم ازش خبر داشته باشم این موضوع باعث شد که یه احساس خود ارزشی پیدا کنم. یعنی مثلا اینجوری میشم که چه باحال، من مثلا چقدر به خودم اهمیت میدم، مثلا غذا خودم دارم میذارم. یعنی نمیدونم تو ناخودآگاه هم داشت این تاثیر رو میذاشت و من بعد مثلا طولانی مدت فهمیدم این تاثیر رو هم داره میذاره. انگار که تو واسه خود خیلی ارزش قائلی که غذا تو مثلا واسه خودت پا میشی، فقط واسه خودت داری یه حالت سلف کری داره. یعنی مثل دقیقا روتین پوستی و مثلا مسواک زدن و اینا میمونه.
غذامو دوست داشتم اوکی بود. مثلا من مرغ و اینا رو همیشه دوست داشتم. نه یعنی مثلا من اونقدر هوس به غذاهای قبلی نمی‌کنم. بیشتر اینجوریم که مثلا خستم بیرون رسیدم بعد مثلا استانبولی اونجا آماده است. تخم مرغ میزنم یا مثلا مغزوجات میخورم که مثلا نمیرم از گشنگی. اون چیزی که هست و واقعا دوستش دارم. مثلا اینجوری نیست که بعدم بیاد و اینا، نه. واقعا دوستش دارم. سبک زندگیمو دوست دارم. لایف استایلمو دوست دارم. خیلی هم تلاش کردم مثلا اینکه تغییر کنه دیگه. به هر حال در اینکه تو یه سبکی رو شروع کنی و ادامهش بدی همه چی باید تغییر کنه، از سیستم خوابت، از تحرکت، حتی بحث درآمدت، از روابطت با آدما. مثلا خب من خیلی جا مهمونی ها نمیرم، من مثلا اینجوریام که خب برم اونجا که هیچی نمیخورم، برم میشینم الکی چرت و پرت بشنوم که چی، یعنی اون ترغیب واسه اون مهمونیایی به درد نخورم ندارم. یا یه جایی از جمعایی که دوست نداری جدا میشی، میتونی بری رزرو واسه خودت تنها باشی، مثلا اون دارن غذا میخورن تو سفر، خیلی موضوع برام پیش میاد، تو میتونی بری تنها یه ذره با خودت مدیتیشن کنی، خلوت کنی. اینا مثلا من که آدمیم که دوست دارم میذاره اون تعادل بین جمع و فردیت هم حفظ بشه. و در کل میگم راضیم، دوستش دارم، بهم خیلی کمک کرده، خیلی کمکم کرده، اصلا سخت نبوده. فصلای طولانی که گرفتم خیلی به قدرت ذهنیم کمک کرده که من میتونم. مثلا هیچ وقت اولین باری که یه بار 72 ساعت فصل گرفتم یادم نمیره، واقعا حس خوبی داشت. سر همین دوستش دارم و حال میکنم با غذاهام. میخواستم مرغا رو بریزم رو سالادم، مثلا سالاد سزارشو بدم. غذا میشه ربطی به سالاد سزار نداره عملا. ترکیه بالزامیک واقعا طعم مرغ رو بهشت میکنه. شدم. اینم تیپ و استایلم دوستش دارم، کلا عاشق اینم به خاطر توتورو و کلا احساس میکنم خیلی خوشبختم که یه کیفی دارم که روش عکس توتوروه و عاشق این کیفمم. راضیم که با اونا دارم میرم سفره. واقعا که استرسام نگه برم سفر قهوه‌ام تموم شد اونجا و مجبور شم یه جای دیگه قهوه. این کوچه واقعا خوشگله، یعنی احساس میکنم تو کرج بدم من اگه بخوام تو کرج یک کناره اسمش نارونه. چجوری انقدر جورابات خوبه؟ چجوری داری میری زیر ماشین؟ منو آیس لته عزیزم و جورابای بستم. دستش که میشه خب بعد از غذا چون مثلا شیر بستم و به هم میریزه، بعد صبح مثلا منظورم حساب میکنم، بعد عصر که میشه بعد جدیدن قشنگ لذت زندگی. از کی تا کی نمیخوری چی؟ مثلا از الان ساعت چنده؟ ساعت 7 تا 3 یعنی از ساعت 3 بعد از ظهر تا 7 شب میخوری؟ فقط 4 ساعت؟ الان 24 ساعت بود فستم، الان ناراحتم. آخه الان هر روز میگیری، اون موقع هر روز نبود که. چرا بابا؟ هر روز 24 ساعت؟ چجوری میشه؟ 3 ماه اول رژیمم بلا استثنا هر 24 ساعت یه بار غذا می‌خورم. راحت دیدم. آب دینی. آب دینی فن. آب دینی. ببین یعنی
یعنی هفته گذشته فکر کنم 3 روزش تو آبادینی بودم. بعد برای خودم هم هیچی نمیخرم، یعنی تنها چیزی که از آبادینی عاید من شده جوراب بوده. چی نوشتی؟ ایزی لایف همیشه میره. مقابل تتو کور آف د دی. ماشینی که میره همیشه میره. بعد واسه بعدش دیجیکالای من رسید. اونجا که خواهر عزیزم صبر نداشت که این آدم بشینم جلو دوربین آنباکسش کنم و دارم ویدیو میدونم چی خواهر عزیزه چی. برای همین دیگه من بازش کردم، ولی خب نشون میدم چیا گرفتم. اینو گرفتم برای اینکه البته بازش کردم این تو خودش ایناش به نظرم خیلی چیز خوبیمه و قیمتش هم واقعا نیست توهمی خوب بود. فکر کنم 130 تومن خریدم کلا و اصلا انتظار داشتم یه چیز در داغون بیاد، مثلا همین شانسی خریدم. بعد دیدم نه اصلا جنس پلاستیکش هم اونقدر بد نیست و محکمه و کلا اوکیه. یعنی به نظرم واسه ولاگ هم به این صورت میشه ازش استفاده کرد، هم که برای پایه خیلی خوبه، چیز خوبیه، کلا توصیهش میکنم. قیافه من چطور به تو گیرنه دادم بالاخره باشه. چه ادایی بکن حرارتیه، یه رنگی هم داره. خیلی دوستش دارم. وای کاش ازش دوتا میخریدم، خیلی صورتیش ملایمه. نم از این بریم وسایل سفر بذاریم. اصلا این کار خوشم نمیاد. تاسیان؟ بابا داشتم میخوندم. آها هیچ با ازدواج این سری کتابه که مثلا اینو خوردن از من بابا عرب